نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة. شنوندگان و بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر جایی که هستید از نعمت صحت برخوردار باشید. الله کریم شما را از گزند حوادث حفظ کند. عزیزای گرامی، لحظاتی که در خدمت شما قرار دارم راجع به توصیه های زرین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صحبت میکنیم. یعنی لحظه ما در واقع پای سخنهای پیامبرمان می نشینیم که از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم توصیه های روایت شده که اگر ما به توصیه های پیامبرمان، به مواعظ پیغمبرمان، به اندرزه های پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم عمل کنیم، همه مشکل من حل میشه. مشکل جامعه من حل میشه، مشکل فامیلی حل میشه، مشکل روحی و جسمی ما حل میشه. موعظه ها و اندرزه های رسول گرامی صلی الله علیه و سلم سعادت و خوشبختی ماده و معنای ما را، دین و دنیای ما را تضمین کرده. صحابه و یاران پیامبر خدا می آمدن، از پیامبر بزرگوار اسلام خواهش می کردن: رسول خدا توصیه بفرما، چی باید کنیم؟ و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هر صحابی را دیده، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار انسان قیافه شناس بود، صحبتایش مقتضای حال مخاطب بوده، اوضاع و احوال را دیده، وضعیت شنونده و سامع مخاطب را دیده صحبت میکردن. و هر صحابی توصیه جدایی داره و هر توصیه پیامبر صلی الله علیه وسلم برای امت تا به قاف قیامت است. صحابی آمد گفت: اوصینی یا رسول خدا، مرا توصیه کن، چی باید کنم؟ نبی علیه السلام فرمود: لا تغضب. وصیت ما این است، نصیحت و سفارش ما این است که لا تغضب، خشم مشو، قهر مشو. فرد ذلك، این صحابی باز خواهش کرد که یا رسول خدا نصیحت بفرمایین. فقال لا تغضب. نبی علیه السلام فرمود که غضب مشو، غضب مشو. آن صحابی از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم خواهش میکنه که نصیحت بفرمایین. نبی علیه السلام میگه لا تغضب، غضب مشو، غضب مشو. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سمیرا از کابل، بفرمایین خواهر محترم. مانده نباشین، بخیر باشین. و دیگر سوال میشه مراد دوام داشته مثلا سلام و قول میره به دلیل یک از دفعه بگو مثل مخمدی چی از دیگر دار و میره به بکر نماز فرسان با دستی نظر سپاس کرد. سوال آخرتان چی بود؟ همین دعاتی در نیاز بکنید که ذکر الله مشروع باشم، هر روز 5 تا ذکر الله یکی از دعا برم بگوییم. بله، از طریق تلویزیون جواب تانه بگیر انشالله. ببینین خواهر گل، در اذکار ایتو یک حد مشخص وجود نداره. عبادتی که حد و اندازه نداره، عبادتی که وقت مشخص نداره، عبادتی که شرایط نداره، تنها او ذکر است. لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم فرموده که همیشه زبانت به یاد الله تر باشه. و در بعضی روایات آمده که در ترمذی شریف که 100 بار سبحان الله، 100 بار الحمدلله، 100 بار الله اکبر، 100 بار لا اله الا الله صبح و شام گفته شود. این فضیلت دارم. ولی دیگه چقدری که شما میتونین ذکر زیاد کنین.
دوم درباره که سلام قول من رب الرحیم 1000 بار خوانده شود. ببینین هر کاری را که میکنین خواهرای گل، شنوندگان محترم، برای از او یک آدرس دقیق سند باید داشته باشه. امام بزرگ حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه فرموده الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. در دین مهمترین اسناد است. اگر اسناد نمی بود هر کس چیزی را می ساخت و می بافت و به دین عرضه می کرد، قسمی که یهود و نصارای کار را کردن. لذا کسی که براتان میگه که فلان کار را کن، اگر عالم ربانی و حقانی بود خیر، اونا سخنشان قابل قبول است، ولی از هر آدرس نباید بپذیرین. و یه چیزی که شما گفتین تا حال ما در کتابی ندیدیم، اگر کدام عالمی براتان توصیه کرده باشه، عالم ربانی باشه، خیر مشکل نداره. اگر از طریق صفحات مجازی و دیگر جا به دستتان قراض گرفته باشه، از او خودداری کنین. سومی که شما کوشش کنین خواهر محترمه که ارتباطتان با خدا قوی باشه، که بهترین ذکری که از دید پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین از نظر علمای تصوف که باعث اصلاح قلب میشه و روح انسان را تقویه میکنه و لا اله الا الله است، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده جددوا ایمانکم، شما ایمانتان را تجدید کنین. یعنی ایمان در اثر گناه و معصیت تاریک میشه، ضعیف میشه، شما ایمان را تازه کنین. صحابی فرمود که کیف نجدد ایماننا، یا رسول گرامی ایمان خدا چگونه تازه کنیم؟ نبی علیه الصلاة و السلام فرمود اکثر من قول لا اله الا الله، شما لا اله الا الله را زیاد بخوانین، به کثرت لا اله الا الله. و در حدیث دیگری آمده افضل الذکر لا اله الا الله، بهترین ذکر لا اله الا الله است. حضرت موسی علیه السلام از خدای متعال ذکر مخصوص خواست. الله کریم برش گفت که لا اله الا الله بگو. حضرت موسی گفت یا الله تمام بندگانت این ذکر را میکنن، من یک ذکر مخصوص میخوام. نبی الله کریم فرمود لو ان السماوات سبع و عامرهن غیری فی کفة ولا اله الا الله فی کفة مالت بهن لا اله الا الله. الله کریم فرمود که 7 آسمان و زمین با آنچه که داره در یک پهله ترازو گذاشته شود و لا اله الا الله در پهله دیگری گذاشته شود، لا اله الا الله پهله لا اله الا الله از زمین آسمان و موجودات زمین آسمان سنگین میشه. شما با کثرت لا اله الا الله بخوانین، ان شاء الله فضیلتش هم زیاد است و باعث آرامش روحی و باعث اطمینان قلبی میشه. بله شنوندگان عزیز، پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم با صحابه توصیه کرد که لا تغضب، غضب مشو. خواهر گل این توصیه برای تو هم است. استاد محترم این توصیه به تو هم است. جناب رئیس این توصیه به تو هم است. خشم مشو، غضب مشو، عزت و آبروی دیگران را نریزان، قلب دیگران را مجروح نکن، با مشت لگت دیگران را استقبال نکن. لا تغضب. پیامبر بزرگوار اسلام فرموده که غضب مشو. این توصیه پیامبر است. اگر به این توصیه پیامبر عمل کردی، پیامبر خدا در حدیث دیگری فرموده من کف غضبه کف الله عنه عذابه یوم القیامه. هر انسانی که خشم خدا فرو برد، مطابق خشم خدا عمل نکرد، الله در روز قیامت این بنده را در آتش نمیسوزه. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام از کابل بفرمایید. بله بفرمایید، میشنم صدایتان را. و علیکم السلام. خواهر گل راه حل این است که ما دیگر چیز دیگری نداریم جز دعا. دعا صلاح مؤمن است. عزیزتان، دوستتان از شما خفه میشه، ناراض میشه، دور است، حالا در امریکا و در اروپا هست، نمیتوانین که شما به نزد زبرین معذرت خواهی کنین. دعای بیشتر
مادر جان دعا کنه. ثلاث دعوات مستجابت لا شک فی. دعا زیاد کنین و دعای مادر زود قبول میشه. مادر تو در حقش بسیار دعا کن، ان شاء الله قلب پسرتان نرم میشه، ان شاء الله این مشکلی که دارین حل میشه. دو تا برادر بودن، سالها با هم گپ نمیزدن. بعد یکی از این جوانا آمد با ما در ماه مبارک رمضان اعتکاف کرد. یک شب سپری شد، ولی در این شب این جوان در مناجات و راز و نیازی که با الله داشت، یکیش گفت امی بود که گفتم خدایا برادرم از من ناراض است، برادرم با من درگیر است. شب سپری شد، برادرش آمد این برادر در آغوش میگیره، میبوسه و میبویه و مشکل حل شد. لذا شما هم دعا زیاد کنین و مادر جان هم برش بگین که در حق پسرشان دعا کنه، ان شاء الله مشکل حل میشه، تماس میگیره، ائتلاف و همدلی به وجود میآید. شنوندگان محترم، پیامبر بزرگوار اسلام به صحابه گفت که لا تغضب، غضب مشو. و این توصیه تو عمل کن. سر پسر چرا خواهر گل غضب میشه؟ وا بچه خر، وا بچه سگ، گاه پیاله کتی میزنیش، گاه سلی کتی میزنیش، گاه از خانه بیرونش میکنی، گاه نان از سرش بند میکنی. یه همه زاده خشم است. چرا خشم میشی؟ حوصله کن، گذشت داشته باش. چرا سر شوهرت غضب میشی؟ اگر شوهر اشتباهی کرد، با یکی از فرمایش‌های تو عمل نکرد، فوراً بیرقی سرخ جنگ خو بلند نکن، غضب مشو. یه حدیث پاک زیر نظرت باشه که من کف غضبه کف الله عنه عذابه یوم القیامه، که هر کی امروز غضب خدا فرو برد، غضب خدا بند کرد، به مقتضای خشم خدا عمل نکرد، خدای متعال در آتش دوزخ را نمیسازه. توصیه پیامبر است. برای تو میگه لا تغضب. پیغمبر خدا میگه غضب مشو، او تو خشم میشی با اندک اشتباهی که جانب مقابل میکنه، رگای گندر میپونده، چشمار آتش میگیره و از دهن داو و دشنام و توهین و تحقیر همانند تیر سرازیر میشه. این کار نباید کنی. اگر با خشم و غضبت عمل کردی، دنیایت هم خراب میشه، آخرت هم خراب میشه. بزرگان فرمودن که اعلم ان مدخل التیات الشیطان من قبلها ثلاثه. شیطان از 3 دروازه وارد انسان میشه. 3 دروازه، از این 3 دروازه شیطان وارد انسان میشه و بالا انسان تسلط پیدا میکنه و با آخر انسان رو به زمین میکوبه، انسان رو بدبخت میسازه، انسان خار و ذلیل میسازه. این 3 دروازه رو باید بند کنی. 3 دروازه: 1 الغضب و الشهوه و الهوا. 3 چیز. یکی دروازه غضب است، یکی دروازه شهوات است، یکی دروازه هوا و هوس و دنبال روی از خواسته های نفس است. این 3 دروازه را بالای شیطان بسته کن. بله، سلام علیکم و رحمت الله. راضیه از کابل، بفرمایین خواهر گل. و علیکم السلام. و علیکم السلام و رحمت الله. ماندر نباشین. برادر ذاتن چی کرده؟ صدایتان درست نمیه. صدایتان درست نمیه. صدایتان قطع شد، دوباره تکرار کنید. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر زادن چی کرده؟ برادر زادتون خورد بود کلان کردین، آلی چی میکنه؟ خواه چی تصمیم دارین که باید برادر زادتان چی تصمیم دارین؟ یعنی شما خورد بود کلانش کردین، هدف هست که در این ثواب است یا خیر؟ بله. بله. بله.
چرا ثواب نیست خواهر گل؟ پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم فرموده انا و کافی الیتیم فی الجنة هکذا. رسول الله فرمودن انا و کافی الیتیم فی الجنة هکذا. دو تا انگشت مبارک را بلند کرد پیامبر بزرگوار، گفت من و اشخاصی که کفالت و سرپرستی یتیما را میکنن، خدمت یتیما را میکنن، در جنت او شخص با ما همین تو دوش و دوش حشر میشه، یک جا می باشه. بزرگترین عبادت است خدمت یتیم، تربیه یتیم، شفقت و مهربانی با یتیما. این بزرگترین عبادت است. هر که خندان یتیمی خسته را، باز یابد جنتی در بسته را. هر که یتیم را خوشحال کرد، دروازه های جنت بروش باز میشه. و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری فرموده والذی بعثنی بالحق لا يعذب الله من رحم الیتیم او لان له فی الکلام. پیامبر بزرگوار قسم میخورن، قسم به آن ذاتی که مرا بر حق فرستاده، الله کریم عذاب نمیته شخصی را که با یتیم برخورد مهربانانه میکنه. من رحم الیتیم، به حال یتیم رحم کرد، یک لقمه نان برش داد، 10 افغانی برش داد، یک جور لباس برش خرید. او لان له فی الکلام، یا که با نرمش با او صحبت میکنه، دل یتیم را شاد میسازه و یتیم را خوشحال میکنه. عبادت بزرگ است. بله خواهر گل بفرمایید. مریم از بلخ. بفرمایید خواهر محترمه. سلام علیکم. و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید. بفرمایید. اما ما 4 سال 5 سال کامرای شوهرم زندگی داشتم دوبار مسائل و اصحاب دانشوری و دکتران هم بسیار مشکل داشتم، یعنی یک علاقمندی به دفاع نداشتم. همانی که به دنیا رفته بسیار بخاطر این گناه خود زیاد احساس پشیمانی دارم، بسیار زیاد گناه هستم. نامدادن این دنیا نیست. من میخواهم همه توبه کنم از گناهی که من سخت توبه کنم مستقیمی که بیداشتم معلومات کنیم. خب سوال نگرفتیم؟ بله بله. و دیگه سوال این بود که مولوی صاحب من 2 تا دخترک دارم و من میخوایم دیگه ازدواج کنم. جوانم هستم، حالا میگه دوباره ازدواج کنم. من فعلا کسی به کار ندارم، به خاطر اینکه میخوایم به این دوستان شوهر خود بگیریم. آیا این امکان داره که به این دنیا دوباره من دوباره هم بسیدی زنشایی خود ادامه بکنیم؟ این کسی به این اسلام هست که آدم شوهر اولی خود به این دنیا ثابت که به این دنیا دوباره به دوست بیاره با باید گناه میکنه شوهر آدم خانم خود ببخشه. با من هم معلومات بکنیم. بله بله. خب دیگه دیگه سوال نداشتم. خب خدا حافظ. خواهر گل که شما در حیات شوهرتان با شوهرتان مشکل داشتین و عطوفت و مهربانی کمتر بوده و حالا از کرده ایتان پشیمان هستین، حالا شوهر از دست دادین، کوشش کن در حق شوهرتان دعا کنین. و طبیعی است که در میان زن شوهر مشکلات هست، ولی مشکلات دیگه کوشش شوه که حل شوه. خب پیش از اینکه مشکلات حل شوه، الله کریم شوهر شما را از شما گرفت و شما را تنها گذاشت. حالا در حقش دعا کنین، دعا کنین به نامش، قدر توانتان که دارین خیرات صدقات داشته باشین. انشاءالله الله کریم شما را معاف میکنه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناهایش توبه میکنه چنان پاک میشه که گویا اصلا گناه نکرده. دومی که خواهر گل شما اگر جوان هستین، توصیه من این است که شما ازدواج کنین، بهتر است ازدواج کنین. و اگر میخواهین که میگین که من ازدواج کنم شاید شوهرم را به دست نیارم، بعد از این که زنایی که 2 تا شوهر 3 تا شوهر دارن روز قیامت با همون شوهرشان حشر میشن که اخلاق شوهر بهترتر باشه. شما آرزو دارین که من در جنت و کنار شوهرم باشم، آرزوی شما را الله برآورده میسازه.
در مورد اهل بهشت الله میفرماید که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چیزی که دلتان میخواه. ایتو نیست که تو دوست داشته باشه که من با شوهرم باشم و الله تو را از شوهرت جدا کنه، نمیکنه، این کار نمیکنه الله کریم. امی که در دنیا شوهر است و گرفت تو را از شوهرت جدا کرد، این دلیل آزمایش و در این آزمایش پروردگار تو صبر کن، حوصله کن، ان شاء الله روز قیامت با شوهرت ان شاء الله یک جامعه باشه. والله کریم شما را حفظ داشته باشه. و اگر شما ازدواج نکنین، سرپرستی دخترکایتان هم کنین، زنای بیوه پیش خدای متعال بسیار مقام بلند دارن. یک رسول خدا در یک حدیث آمده که پیامبر خدا میفرماید که دخلت الجنه، ما داخل بهشتم، فاذا انا بامرأتین، ناگهان با یک زن برخورد کردم، یک زن پیش از ما داخل بهشت شده. گفتم من انتی و مالکی، من انتی، تو کی هستی؟ و مالکی، چی شده که تو پیش از ما به بهشت آمدی؟ آن زن در پاسخ گفت که انا امرأة قعدت علی ایتام لی، من زن بیوه هستم، زن بیوهی بودم در دنیا، شوهرم را از دست دادم، سرپرستی اشتکا و یتیمای خود کردم و برکتی از الله کریم مرا اینجا آورد. زنای بیوه خیلی مقام بلند دارن، به شرط از اینکه صبر کنن، حوصله کنن. آنهایی که با زنای بیوه برخورد شریفانه دارن، همکاری دارن و این هم بسیار ثواب بزرگ دارن. السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله. آنهایی که با مسکینا، با یتیما، با بیوه ها، با زنای بیوه، زنایی که تکیهگاه عاطفی خود از دست دادن، نان آوری خود از دست دادن، شوهری خود از دست دادن، با اونا همکاری، عبادت بسیار کالمجاهد فی سبیل الله. پیامبر خدا میگه این همانند کسی است که در راه خدا جهاد میکنه. بله برادرای عزیز و شنوندگان محترم، موضوع بحثمون توصیه های زریر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. یکی از توصیه های پیغمبرمان به ترک غضب، که شما غضب نشید. و در حدیث دیگری رسول خدا صلی الله علیه وسلم به حضرت معاذ ابن جبل وصیت کردن. حضرت معاذ میفرماید اوصانی رسول صلی الله علیه وسلم بعشر کلمات، با 10 چیز پیامبر مرا تاکید کرده که معاذ این 10 چیز رو انجام بدی. این 10 وصیت پیامبر برای همه امتش. اول لا تشرک بالله ان قتلت و حرقت. اولین توصیه پیامبر این است که با خدای متعال چیزی را شریک مقرر مکن. اگرچه کشته میشی، اگرچه در آتش سوزانیده میشی، ولی هیچ مخلوقی را، هیچ حجر و شجری را، هیچ بزرگ و ولی و رسول و پیغمبری را با خدا شریک مگرد، چون الله احد الصمد است، الله بی نیاز است. از عقیده شرکی پرهیز کن، چون عقیده شرکی خیلی خطرناک است. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. قرآن میگه هر کی به خدای متعال شریک مقرر میکرد دروازه های جنت بالش بسته میشه. کل ذنب عسى الله ان یغفره الا من مات مشرکا. پیامبر بزرگوار اسلام فرموده که همه گناهان را الله میبخشه، الله کریم میبخشه، معاف میکنه با برکت توبه. یا بعد از مرگ با اندازه گناه مجرم در آتش میسوزه، ولی باز این بنده معاف میشه و وارد بهشت میشه. اما انسان مشرک الله معاف نمیکنه. انسانی که صفت خدا را به مخلوق داده، الله را فراموش کرده و دامن مخلوق محکم گرفته، مشکل کشا و حاجت روا و فریادرس مخلوق را میدانه، از قبرها و مزارها سیاتی خود میخواه، اولاد میخواه، بخت باز کردن میخواه، حل مشکلات میخواه، رزق میخواه، چشمم را بینا کن، پایم را روان کن، گمشده‌ام را پیدا کن. این چیزا را میخواه. این کمبخت آخرت خدا تباه کرده. لا تشرک بالله. اگرچه کشته میشی و اگرچه در آتش سوزانده میشی، خب با خدای متعال چیز را شریک مقرر نکن. بله عبدالبصیر صاحب از بلخ. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام، بخیر آمدین، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید برادری عزیز. چی کرده باشه؟
باشه، زمین داشته باشه، زمین که تا چند سالگی رو فروخته نمیتونه. میره میگم تا چند سالگی هر ساله که زمین سودا کنه نتونه. خب تشکر. تا زمانی که یتیم بالغ میشه، بلوغ علائم و نشانه ای داره. یکی علائم بلوغ این است که یعنی بلوغ جوان میشه، که وقتی که با دختر و همسر خود یعنی یک جا میشه، با دختری که با عنوان همسرش از یک جا میشه، اگر این زن حامله میشه، این علامه بلوغ است. زیر نافش مو کردن علامه بلوغ است. اگر این آثار و علائم دیده نشوه، یا مثلا خواب میشه، بعد از خواب آب میبینه، آبی که مخصوصی که نطفه واضح‌تر بگم منی را در خواب میبینه، شب شیطان فریبش میده، باز خواب بعد از خواب آب میبینه، این علامه بلوغ است. اگر این علائم دیده نشد، وقتی عمرش به 15 رسید، این علائم دیده نشد، باز هم بالغ است. بعد از بلوغ یتیم میتونه که تصرف کنه. خب به شرطی از که یتیم ذی عقل باشه، یعنی به عقل باشه، فهمیده باشه. اگر یتیمی بی عقل باشه با تصرف کرده نمیتونه. حکیمی وقت و سرپرست یتیم باید جلوش را بگیره. شنوندگان عزیز، وقفه داریم، انشاءالله بعد از وقفه به خدمتتان دوباره برمیگردیم. خوش آمدید شنوندگان عزیز به برنامه. توصیه پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم این است که لا تشرک بالله این قتلت و حرقت. هیچ چیز را با خدای متعال شریک مقرر نکنی. اگر چیز سوخته میشی، با آتش کشانده میشی، کشته میشی، به دار زده میشی، باز هم از شرک پرهیز کن. ولی متاسفانه امروز عده مسلمان ها که راجع به عقیده و راجع به دین مطالعه ندارن، اونا بدون جبر و اکراه دچار شرکیات شدن. شما یک بار به قبرها برید، به مزارها برید، چیزهایی را میبینی که مو در بدن انسان راست میشه. روزی شمشیر رفتم زیارت رفته بودم، زیارت مسنون، به طریق شرعی انسان زیارت کنه. زیارت ناجایز نیست، زیارت پیامبر خدا کرده و دعا هست در زیارت، ولی زیارت بدعی و شرکی نباید کنیم. ما اونجا که رفتم کسی را دیدم که پنجره را ماچ کرده رایی است، او بنده خدای ناجایز است. و یک زن دیگری دست بلند کرده بود، نمیفهمم که چی میخواست. این ناجایز است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام جهان اسلام، پیشوای اهل سنت و الجماعه، کسی را دید کنار قبر چیغ میزد، گفت ویحک کیف تکلم اجسادا لا یستطیعون شیئا ولا یسمعون صوتا ولا یردون جوابا. گفت تبا شوی چگونه با این اجساد گپ میزنی که هیچ چیزی در اختیارشان نیست، درد را درمان نمیکنه، مشکلی تو را حل نمیکنه. از الله بخواه، هر چی خواهی از خدا خواهی. پسر نیست در دست خلائق خیر شر. اولیای کرام، پیرای بزرگوار، بزرگان ما توصیهشان امین است. از خدا بخواه. اولیا جمله مقیم این درن، زان سبب از جمله عالم بیترن. آنها که ولی شدن امرون قبرشان محترم است، نامشان نیک است، به نامشان مردم افتخار میکنه. اونا چگونه به این مقام رسن؟ با قبر پرستی، با پیر پرستی، با سجده کردن به پای مخلوق؟ نخیر. آنها فقط میگفتن در درد و غم نگردم حول حجر قبری، زیرا که دردها را جای دوا یکیست. به الله رجوع میکردن، از مخلوق نمیخواستن. لذا خواستن از مخلوق به پای قبر خود انداختن، از غیر الله مدد خواستن ما فوق الاسباب، شرک است. انه لا یستغاث بی، پیامبر خدا میفرماید که از من کمک خواسته نمیشه. آیا از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کرده دیگر شخصیتی بزرگ، انسان بالاتر در روی زمین وجود داره؟ نخیر. هیچ صحابی از روضه پاک پیامبر چیزی نمیخواست. از الله بخواه. توصیه پیامبر امین است که لا تشرک بالله شیئا ان قتلت و حرقت. شیئا در سیاق نفی آمده، نکره در سیاق نفی مفید عموم است. هیچ چیزی
به اندازه 1 ذره. امروز که میبینیم سیب بگردان ها توقع های شیرکی، بدست ها دستبنده ها، لاکت ها و نمیفهمم تعویزه های گوناگون که تعویزه که باز میکنی چیزایی را میبینی که اصلا نه آیت کتاب است نه دعای مسنون است، هیچ چیزی نیست. این الرقا و التمائم و التولت شرکن. در مورد این گونه چیزا، تبنده ها، موره های چشمی، تاره های سرخ و سیاه و سفید جور میکنن، این همه از نظر پیامبر خدا شرک است، ناجایز است، از این تو باید پرهیز کنی. دوم توصیه پیامبر بزرگوار ای بود: ولا تعقن والدیک، از پدر مادرت نافرمانی نکن. اگرچه پدر مادر تو از خانه و کاشانه بیرون میکنن، از خانه پدر بیرونت کرد، سلامی برش بدن: السلام علیکم پدر جان، شما که با وجود ما در خانه راضی نیستین، من اینجا نمی باشم، مهم برای من رضای شما هست. مادر جان وقتی که به بودن ما در کنار خود راضی نیستی، من در خانه نمی باشم. اگر از خانه و کاشانه پدر مادر تو رو بیرون میکنه، تو باید بیرون شوی. با پدر مادر احترام داشته باش. رضا ربی فی رضا الوالد. اگر میخوای که الله را در عرش راضی کنین، این پدر موسفید در زمین راضی کن، این مادر پیچ سفید در زمین راضی کن. نشو اشکش را بریزانی، نشو توهینش کنی، نشو قلبی گرانبهایش را میده کنی، نشود که دست بلند کنه بر علیه تو دعا کنه. اگر 2 تا دست ضعیفش بلند شد، تو به زمین 7م فرو می روی، خار میشی، تباه میشی. دیگر توصیه پیامبر صلی الله علیه و آله ولا تترکن صلاة المکتوبه متعمده. توصیه پیامبر این است که نماز فرض را قصداً ترک نکنی. نماز ترک نکن. اگر مسلمان هستی برادری عزیز، بعد از کلمه دومین مرتبه مقام نماز است. نماز ترک نکن. اگر نماز ترک نکردی، با توصیه پیامبرت عمل کردی، با برکت نماز از دوزخ نجات میافی. لن یلیج النار احد صلى قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. پیامبر بزرگوار اسلام فرموده لن یلیج النار، هرگیز داخل دوزخ نمیشه. تأکید کرده شخصی که نماز دیگر و نماز صبح میخوانه. لن یلیج النار، آن مردی که نماز دیگر و نماز صبح میخوانه، آن جوان، آن پیرمرد، آن دختر و آن زن، آن تاجر و انجینر که 2 نماز با وقتش میخونه، با پایبندی میخونه، نماز دیگر و نماز صبح، لن یلیج النار، داخل دوزخ نمیشه. از خودت بپرس برادر، نماز صبح خواندی؟ نماز دیگر خواندی؟ به نمازت پایبند است یا خیر؟ اگر به نمازت پایبندی کردی، تو به توصیه رسول خدا عمل کردی. اگر پایبندی نکردی، تو در برابر توصیه پیامبر پرچم بغاوت بلند کردی. تو در آسمان خدا را ناراض کردی. من ترک الصلاة لقی الله و هو علیه غضبان. کسی که خدا نماز ترک میکنه، روز قیامت که با خدای کریم ملاقات میکنه، الله بالایش غضب است. الله از این بنده ناراض است. بترس برادری عزیز، بترس خواهر محترمه. آن روزی که تو با پایت به سوی الله میری، در روزی که سرنوشت انسان ها تعیین میشه، روزی که نتایج اعلان میشه، و در اون روز اگر خدای ناخواسته الله بالای غضب باشه، کدام زمین تو را جای میته؟ کدام آسمان تو را پناه میته؟ کدام پیغمبر تو را شفاعت کنه؟ چرا خدا تباه میکنی؟ آنهایی که نماز نمیخوانن، در خصوص نماز بی‌تفاوت هستن، اثر و علائم غضب خدا را در خانهشان احساس میکنن. چرا امروز ایده جوانا دل تنگن؟ چرا ایده زنا یک مشکل نیست، صدها مشکل گریبان گیرشان است؟ چرا تاجر میلیونر پریشان است؟ چرا انجینر پریشان است؟ چرا دکتری که با یک قلمش روزانه چقدر پیسه کمایی میکنه، با نوک همین قلم روزی برخی دکترها 1 لک روپیه کمایی دارن؟ چرا ناراض هستن؟ چرا خوشحال نیستن؟ چون خدا در عرش از ایشان ناراض است. چرا خدا ناراض است؟ نماز نخوانده. لا تترکن صلاة، نماز ترک نکن. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم مولوی صاحب، خوب است؟ بخیر؟ خوش آمدین برادری عزیز. و علیکم السلام. مولوی صاحب، ما از کابل به تماس همین چی رقم به طلاق خواهد نمخواهی تو طلاق بخیر، طلاق سیوم نگفته برای حل داره نداره؟ خواه
تنها گفتین طلاق ها؟ دو طلاق گفتین؟ خواه بله رای حل داره. از طریق تلویزیون جواب تنها بگیریم برادر عزیز. بله برادر عزیز، اینجا ما یکی طلاق مغلظ داریم، یکی طلاق رجعی داریم. طلاق در خانه خود تقسیمات زیادی دارد. طلاق رجعی مثلا مرد به زن خود گفت طلاق هستی، این را طلاق رجعی گفته میشه که دوباره رجوع کرده میتونه. یا دو بار گفت طلاق هستی، طلاق دادم، برو طلاق دادم، یا برو دو طلاق دادم، این طلاق رجعی هست. دوباره مرد رجوع کرده میتونه بدون تجدید نکاح، بدون شاهد. یعنی رجوع ایسته که از کردش پشیمان میشه، زنی خدا در آغوش میگیره، میبوسه و میبویه، بس کار حل شد. اگر 3 بار گفت باز کار تمام میشه، دیگر هیچ چاره ای نداره، این زن به این مرد حرام میشه. و کوشش کنین که چرا طلاق از مسائل طلاق بسیار خودداری کنین دوستای عزیز. خیر حوصله کنین، وقتی غضب میشین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگین. خیلی از بندگان خدا وقتی که طلاق میتن که متوجه میشن فکر میکنی که آسمان بالایش رفتید. چرا؟ بسیار اگر اولی که بسیار کو احتیاط کنی، اگر بسیار که آتش گرفته فقط کم یک سولی دشانه همسرت بزن، انشالله ممکن خشم غضبت فرو بره و خانه خودت نباید بسوزین. خب الله متعال ما را از این خشم و غضب الله حفاظت کنه. پروردگار همه عزیزا و دوستای ما را از فرهنگی بد که اندک اشتباه که زن خود 100 طلاق 1000 طلاق بعد میره پیش ملا میگه کدام راه حلی داره؟ نه راه حل دیگه نداره. خاشناندگان محترم، الله کریم رسول خدا صلی الله علیه وسلم توصیه کرده که نماز ترک نکن. اگر نماز ترک کرده برادر عزیز، این دنیا را خدا با وسعتش برات تنگ میکنه. دیگر توصیه پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم این است که لا تشربن خمرا فان رأس كل فاحشه. پیامبر خدا فرموده که شراب ننوش. خمر گفته هر آن چیزی که نشه آور است، هیروین، مورفین، کوکائین، شراب، تبلیتکا و غیره، از تمام از اینا پیامبر بزرگوار تو را منع کرده. حتی از ناسوار تو باید که ناسوار امروز مطالعه نشان میده که در ناسوار در تنباکو تقریبا 400 مواد کیمیایی وجود داره. 400 مواد کیمیایی و یکی از موادش به نام پروپیلیس است و این نقش شراب بازی میکنه. لذا کسایی که بار اول از ناسوار استفاده میکنن اعصابشان را تکان میده، وضعیتشان خراب میشه، دلبدی پیش میشه. به این خاطر ما با دوستان میگم که از این ناسواری که شما میگوین که پودر عقل است، من میگم پودر بی عقلی است. دوستای ناسواری شما بسیار مبارک هستید. من نمیخوام قلب شما را مجروح کنم، ولی اشتباهتان را براتان گوشزد میکنم که پودر عقل نیست. نسواری ها میگن که نسوار پودر عقل است. نه، پودر بیعقلی هست، پودر حماقت هست، پودری است که حیاتی تو را از بین میبره و در کنار در فهرست شراب قرار بده. از این پرهیز کنین. لذا پیامبر خدا فرمود لا تشربن خمرا، شراب ننوش، از تابلت استفاده نکن، از هیروین استفاده نکن، از کوکائین استفاده نکن، از مواد مخدر استفاده نکن که تباه میشی، دنیایت هم خراب میشه، آخرت هم خراب میشه. از سیگار استفاده نکن. اگر در مورد سیگار این مسائل شما میخواین مطالعه عمیق تری داشته باشین، کتابی برای اصلاح جوانا به خدمت شما و برای شما جوانا نوشته شده، از او کتاب استفاده کنین. از همه جوانا خواست ما این است که ما با خون جگر، با دنیای زحمت و کتابی را نوشته میکنیم و بر اساس جوانا و نسل جوان میگذاریم. آرزوی ما این است که جوان ما باید یک جوان مطالعه‌ای باشه. در امریکا وقتی که سال تمام میشه، جوان موفق جوانی است که 50 جلد کتاب در یک سال مطالعه کرده باشه. اما متاسفانه در کشور ما 50 سال از عمر یک مسلمان میگذره، یک جلد کتاب تمام نمیکنه. من گاه برای برخی جوانا رساله خرد رزه میتیم که میگم شما را مطالعه کنین. بعد از یک ماه 2 ماه پرسان میکنم که فلانی کتاب مطالعه کرده، مالیس یک قسمتش باقی مانده. سبحان الله. مطالعه زیاد کنین، انشالله روشن میشین. و دیگر توصیه پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم این است که نبی علیه الصلاة و السلام فرموده که حدیث طولانی هست ولی
بعض جاهای مخصوص ما براتون میگم، تقریبا 10 توصیه است در این حدیث پاک. دیگر توصیه پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم این است که لا ترفعوا عصاک ادبا، در مورد اطفال، در مورد اعضای فامیل میگه عصایت را به خاطر تنبیه و آگاه کردن و تأدیب از سر اولاد و اهل و عیال دور مدار. یعنی ای تو انسان آزاد نباش. مگه بعضیا میگن که فلانی در خانهش بسیار آزاد است. آزاد چی؟ یعنی اگر بچه شراب می نوشه، قمار میزنه، فیسبوک فیلم های مبتذل میبینه، اونجا دخترکش موسیقی میشنوه، اگر لباس های پنجابی و بیابی هر چیزی که داشته باشه ای آزاد است. نه پدر آزاد نیستی، پدر خائن است. این مادر آزاد نیست، این مادر اسیر است. تو یک پدری دعوتگر باش، یک مادری مصلح باش، زیر دست تو اولیاء تربیه شوه، زیر دست تو قهرمانان تربیه شوه، زیر دست تو بندگان تربیه شوه که روز قیامت اونها را در زیر سایه عرش ببینی. عصایت از بالایش بر ندار. من یکی از دوستان رو میشناسم، بچگانش بسیار آدمای شریف تاجر هستن، آدمای بسیار دیندار، بسیار شریف، ولی برادری همین شخص بچهش کمی گتوت است. روزی پسر تاجر گفت که پدر ما هم شیرین است هم تلخ، هم شیرین است هم تلخ است و پدر فلانی شیرین است تلخ نیست. بله پدر جان تو هم شیرین باش هم تلخ، در نیکی ها در برابر نیکی ها تشویقش کن، در برابر بدی ها همانند یک قاضی بسیار متعصب باش، همانند یک قاضی بسیار سختگیر باش، با توصیه پیامبرت عمل کن. دوستان عزیز، دیگر از جمله توصیه های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به صحابه این است که روز پیامبر بزرگوار اسلام صحبت کردند. حضرت ارباز ابن ساریه میگه وعظنا رسول الله صلی الله علیه و آله موعظه بلیغه وجلت منها القلوب وزرفت منها العیون فقلنا یا رسول الله كأنها موعظه مودع فاوصینا. نبی علیه الصلاة و السلام روزها صحبت کرد. الله کریم او حالات را و او فرصتی را به ما میسر کند در جنت که پای سخنهای پیامبرمان بشینیم و چهره نورانی حضرت رسول خدا را ببینیم، قسمی که اصحاب کرام دیده بودند. بله سلام علیکم و رحمت الله. بفرما برادری عزیز. سمیر از بلخ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مانده نباشین، خوش آمدین. بفرمایین برادری عزیز. یک موضوع بودم که در مورد نسوار که مولای مسجد ما نسوار میزنه، یعنی نماز در پشت جنمی هم میشه نمیشه؟ خواه برادری عزیز. خب نسوار ما براتون گفتم که برخی تا ساز خودی ما عالم بزرگی بودن، از دنیا سفر کردن، بخاری شریف پیش میخوندن، اونها نسوار استفاده میکردن. ولی مطالعه‌ای که در زمان سابق راجع به نسوار علما چندان سختگیری نداشتن، چون ازرارش کشف نشده بود، ازرار نسوار کشف نشده بود. ولی امروز که ازرارش از لحاظ طب کشف شده، اگر این ازرار به علمای بزرگ برسه اونا حتما فتوا میدن به حرمت نسوار، چون ما در حدیثی داریم که لا ضرر ولا ضرار. اسلام دین است که اجازه نمیده که به دیگران ضرر برسانی و اسلام اجازه نمیده که به خودت ضرر برسانی. چون نسوار قبلا براتون گفتم که 400 مواد کیمیایی در تنباکو است و این به صحت انسان مضر است. لذا هر چیزی که به صحت انسان مضر باشه در اسلام ناجایز است. لذا علمایی که چیز میکنن تا حال ممکن اضرار نسوار را از طریق طب به دست نیاوردن، لذا آنها معذور هستند. اگر او بزرگوارا بفهمن که بله از لحاظ طب این نسوار ضرر داره، اونا حتما اعلایش میتن، نتونه اعلایش میتن، بل شاید که در منبر هم اعلان کنه که تا به امروز من استفاده میکنم. برادر عزیز، یک کار غلط است، ناجایز است، مضر است به صحت انسان و این ناجایز از پرهیز کنید. اما نماز خواندن پشت سرشان مشکل نداره. شما نمازتان بخونین، علما نور چشم ما و شما هستن. کی هست که اشتباه نداشته باشه؟ اشتباه داره، ولی به یک نسوار ما دیگه امت از دایره بیرون نکنیم. برادرای نسواری ما بسیار زیاد هستن. قبلگاه مرا الله غریق رحمت کنه، تقریبا 40 سال اونا از نسوار استفاده کردن. بعد من روزی رفتم
صحبت میکردم در مورد نسوار. نخواستم که قلبشان مجروح کنم، زیان نسوار را در مسجد بیان کردم. آمدم خانه، بعد گفت مولوی جان این نسوار نقصان داشته، من از روز توبه میکنم. بس کردم. این قوطی نسوار خود دور خلاص کرد. در تا یک هفته وضعیت مسافید بسیار خراب بود، بسیار زیاد، چشمایش سرخ شده بود. باز من روزی با خود بردم پشت خانه من باغ بود. وقتی که در باغ رفتیم طرف زردالو نظر کرد، گفت مولوی جان میبینی؟ گفتم چی را ببینم؟ گفت ببینم این زردالو را ایق سیب داره. من خنده کردم، گفتم پدر چی میگویی؟ گفت چی؟ گفتم این تو میگی که در زردالو ایق سیب است. خنده کرد، گفت بچیم ناسوار. بالاخره اونا پرهیز کردن، توبه کردن، دست برداشتن، اصلاح شدن و مشکلشان حل شد. ولی به همه برادرای نسواری عزیزی خود توصیه ایم است، برادرای نسواری، برادرای سیگاری و برادرای چلیمی، برادرای شرابی خدا توصیه ایست که بردارین، از این دست بردارین و به الله رجوع کنین. الله کریم بسیار ذات مهربان است. الله دوست داره که تو به الله رجوع کنی. لله افرح، الله بسیار خوشحال میشه، پروردگار بسیار خوشحال میشه. تو ناسوار بگذار برای الله، سیگار بگذار برای الله، شراب بگذار برای الله، هیروئین مورفین بگذار برای الله، همه مواد مخدر به الله بگذار. لله افرح، الله در آسمان خوشحال میشه، همه مشکل تو رو الله حل میکنه. دروازه های رحمت الله برایت باز میکنه. به این خاطر توصیه ما به همه دوستا امین است، از این چیزا پرهیز کنین. امید است که شما جواب خدا گرفته باشین. برادری عزیز، پیامبر بزرگوار اسلام نصیحت کردن، موعظتا بلیغتا، سخنشان بسیار رسا، بسیار جامی، ولی سخنشان بسیار مؤثر بود. قلبها به تپش آمد. صحابی میگه و ظرفت منها العیون، اشک جاری شد. چرا اشک جاری نشود؟ خطیب رسول الله هست، سخنران رسول الله. امروز که ما سخن پیامبر را حکایت میکنیم قلبمان به تپش میآید. من گاه وقتی که حدیث میگم بعضی از دوستان رو میبینم اشکایشان میریزه. این تاثیر در سخن من نیست، این تاثیر در سخن محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است. قلبها به تپش آمد، اشکها سرازیر شد. اصحاب پیامبر بسیار موشکاف بودن، نکته سنج بودن، باریک بین بودن. احساس کردن که این موعظه آخری پیامبر است، شاید دیگر فرصت میسر نشود که ما پای سخنای رسول خدا بنشینیم، شاید آخرین سخنای پیغمبرمان باشه. بعد صحابی گفت که انها موعظه مودع، یا رسول الله خدا گویا که این موعظه شما و این نصیحت شما نصیحت خداحافظی است. فاوصینا، ما را نصیحت کن که بعد از اینکه شما از ما جدا میشوین و ما را در دنیا میگذارین ما چی باید کنیم، ما چی برنامه باید داشته باشیم. آخرین توصیه پیامبر و امت چی بود؟ قال اوصیکم بتقوی الله. این حدیث حدیث طولانی هست، چون وقت اجازه نمیده که این حدیث تا پایانش با دوستا شریک کنم. پیامبر خدا فرمود که اوصیکم بتقوی الله، من توصیه میکنم شما را به تقوا. شما انسانهای متقی باشید، انسانهای پرهیزگار باشید، انسانهای خدا ترس باشید. اوصیکم بتقوی الله، چون بعد از تقوا، بعد از رها کردن گناه، بعد از تسلیم شدن در برابر الله همه مشکل حل میشه. ولو ان اهل السماء والارض، اگر زمین اهل زمین و آسمان از الله بترسن لفتحنا عليهم ولو ان اهل القرى، استغفر الله، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. پیام الله هست. آنهایی که در قریه ها زندگی میکنن، آنهایی که در شهرها زندگی میکنن، یعنی آنهایی که در روی زمین زندگی میکنن، در کاخه ها زندگی میکنن، در دفترها زندگی میکنن، اگر آنها، الله میفرماید که آنها از خدا از من بترسن و در برابر من تسلیم شوند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، دروازه های برکت زمین و آسمان برویشان باز میکنم. همه دروازه ها را، یک دروازه نی، همه دروازه ها را برایت باز میکنه، همه مشکلت الله حل میکنه. لذا توصیه پیامبر چی است؟ اوصیکم بتقوی الله، من شما را توصیه میکنم که از الله بترسین. حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه پیش پیامبر خدا آمد، گفت اوصینی، یا رسول الله مرا نصیحت کن چی باید کنم. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به این صحابی هم چی میگه؟
اوصیک بتقوی الله، من توصیه میکنم تو را که ابو ذر یک انسان پرهیزگار باش. تقوا یعنی ترک گناه، بنمازی نکن، دروغ نگو، شراب ننوش، تقلب نکن، ظلم نکن، خیانت نکن، فریبکاری نکن، کینه و کدورت در سینه‌ات نباشد، کبر و غرور در سینه‌ات نباشد، انسان مضر نباش، یک انسان مصلح، یک انسان خیرخواه، یک انسان مهربان، یک انسانی که خیرت به همگان برسه. اوصیک بتقوی الله. باز فرمود فانه ازین لامرک کله. وقتی تو تقوا را اختیار کردی، از گناه ها فرار کردی و در برابر الله تسلیم شدی، فانه ازین لامرک کله، این تقوا و پرهیزگاری تمام کارها را زینت میبخشه. یعنی در هر بخشی که تو بخوای رشد میکنی. تاجر بزرگوار چرا شکست خوردی؟ برادری محصل چرا شکست خوردی؟ انجینر چرا شکست خوردی؟ دکتر صاحب چرا شکست خوردی؟ پدر چرا تو شکست خوردی؟ مادر چرا در تربیت اولاد شکست خوردی؟ علتش چی است؟ چرا ناکام هستی؟ چرا موفق نیستی؟ چرا احساس شکست خوردگی میکنی؟ علتش نبود تقوا هست. اگر تقوا می داشتیم، اگر از گناه ها فرار کنیم، اگر در برابر فرمان پروردگار ما تسلیم شیم، با نفس مبارزه، با شیطان مبارزه، با برنامه ها و فرهنگ هایی که از غرب آمده همه را بالش توف کنیم و همه را زیر پا دفن کنیم، فانه ازین لامرک کله. اینجاست که همه کارهات الله زینت میبخشه، همه مشکل تو حل میشه. ابوذر غفاری را از این توصیه پیامبر بسیار خوش آمد. گفت زیدنی، نبی علیه السلام که خاموش ماند گفت زیدنی یا رسول خدا، دیگر صحبت کنین. اصلا امروز بندگان تشنه، مسلمان های تشنه، مگه که درس تمام میکنم برخی از دوستان میگم مولوی صاحب چرا اینقدر کوتاه صحبت کردی؟ کوتاه صحبت نیست، تشنه هستن برخی بندگان خدا. ما 100 صحبت میکنیم و ما مطمئن هستم که به هزارا خواهر و به هزارا برادر مسلمان ما پای صحبت ها بسیار با تشنگی میشینه. دیروز یکی از جوان آمد خیلی تشکری کرد، گفت من از صحبت های شما بسیار لذت میبرم. چرا لذت میبرم؟ چون اینا الله را دوست دارن، پیغمبر خدا را دوست دارن و دین الله را دوست دارن و سخنهای خدا و رسول از هر آدرسی که برشان برسه او را دوست دارن. اینا صحابیگونه زندگی میکنن. عادت صحابه امروز در بلکا مردی مسلمان و بلکا زنی مسلمان با صفت اصحاب پیغمبر متصف است. این صحابی میگه که یا رسول خدا دیگه بفرمایین. نبی علیه السلام فرمود علیک بتلاوت القرآن و ذکر الله عز وجل فانه ذکر لك فی السماء و نور لك فی الارض. گفت ابو ذر قرآن زیاد بخوان، الله را زیاد یاد کن، قرآن زیاد بخوانین. برادرای عزیز این توصیه پیامبر است، فانه ذکر لك فی السماء. وقتی که تو قرآن میخونی الله در آسمان تو را یاد میکنه و در زمین برات نور میبخشد. نور یعنی دروازه های سعادت الله برات باز میکند. بله دوستای عزیز، زندگی تمام میشه. گاه الله متعال بندگان غافل بیدار میکند. مثلا در ترکیه به هزارها خواهر و برادر ما شهید شد. وقتی زلزله شروع میشه به صداها جوان سر به سجده بود، به صداها زن در حال تلاوت کردن قرآن، به صداها مسلمان در حال قیام و رو به قبله ایستاده که سقف خانه بالایش میافته امونجا جان میته. بله گرفت الله سخت است، ناگاهان گرفت الله، اما در عین حال صدا انسانی بود که در حالی که جان داد که خدا در عرش از او ناراض بود. الله متعال همه ما و شما عزیزان را توفیق عمل نصیب بفرماید و توفیق عمل به توصیه های زرین رسول خدا ما و شما را نصیب بفرماید. و برنامه ما همینجا تمام شد. شما را تا برنامه آینده به الله کریم می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.